سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز 24 فوریه سال 2026 اینجا آسایشگاه دکتر طاهری دهه پتخین ناحیه عینی من امروز گیت آبی به کار شروع کرد. من اینجا کار کار شده است. من حاضر همین پیوست کردم. خدا خواهد دیگه یقا خیلی پرابلم برقتی نمی شود. تمام مخلصان دکتر طاهری که میخواهند هر روز ما به زنگ میزنید که ما کی رویم. من یکم مارس ما شما انتظار میشیم. من این دستگاه که برق همینجا تقسیم میکنند همینجا و من این خبر که آب میبیاد همه جا تیار. دستی آدم گل میگن. آدم های متخصص اینو ساختن جابجا کردن. آب بیهوده رفته است. همین آب پایان آدم ها استفاده میبرن. آب درآمده همین اگریگت کار به انداخته است. من خدا خواهد شب روز دیگه برق در همینجا هست. از یکم مارس ما تمام مخلص ها استراحت کننده ها بیمارایی که اینجا تبابت گرفتن دعوت میکنیم. تمام شرایط های تشکیل کردیم. قریب که متخصص همه آماده شدن تیار شدن. مرحمت با آسایشگاه دکتر طاهری. من بار دیگر تکرار میکنم دهه پتخین ناحیه عینی. من این متخصصی که همینجا ساز کردگی هستم. من سلامت و سربلند باشید.